یه چیزی یادم اومد از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه. یه وقت به این مناسبتی فرمودن که با اهل تسنن اگر ما از این منطق استفاده کنیم خیلی موفق میشیم. این صحیح نیست که ما از اول بیاییم با یک نفر سنی مذهب درباره مسائلی که موجب ناراحتیشون میشه با شدت و حدت بحث بکنیم. ایشون میفرموده بهترین راه اینه که ما با اونا بگیم شما در فقه تابع 4 نفر از علمای بزرگ هستید: ابو حنیفه، شافعی، مالک، احمد بن حنبل. قدیمی ترشون ابو حنیفه است و مالک و بعد شافعی و از همه متأخر احمد بن حنبل. ابو حنیفه و مالک اینا مستقیما شاگرد امام صادق بودن. خودشون هم بیان کردن، گاهی هم افتخار میکردن. حتی از ابو حنیفه نقل شده که ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد. گفت اگه اون 2 سالی که من پیش از صادق تلمذ کردم نبود من هلاک شده بودم. خب شما مقلد اینا هستید، بسیار خوب. آیا تقلید کردن از شاگرد مانع میشه از تقلید کردن از استاد؟ شما نصی که از پیغمبر از خدا بر این ندارید که فقط از 4 نفر باید تقلید کرد. خب انتخاب کردید اینا رو، بسیار خوب. اما این دلیل این میشه که از استاد اینها آدم تقلید نکنه. ما از استاد اینا تقلید میکنیم. شما شاگرد ابو حنیفه شاهد تقلید میکنید، ما از استادشون. خودشون به شاگردی او افتخار میکردن.